باششگاه‌های ابتدایی، قبرستان‌ها، گورستان‌ها، قلعه‌ها، غارها رو تحقیق کرده است. عصر برنجی و عصر سفال، عصر سنگ و عصر آهن تحقیق کرده است. نژادها رو تحقیق کرده است. چی می‌خواهد؟ این مهم. یعنی در ضمن اینکه تاریخ خوب تحلیل کرده است، نشان داده است، باز یک هدف سیاسی است. میگه که هر یک استخوان، هر یک سنگ، هر یک نیزه، هر یک نمیدونم هاون، هر یک غار باید بگه که تاجیک از اول همیشه بود. این هدف سیاسی. یعنی به کسایی که یکی شما نو اومده میگه من 1 میلیون سال پیش در خاولینگ باششگاه ابتدایی انسان ها، اینا سفالش، اینا سنگش، اینا رشته ریسیش، اینا مثلا جای خوابش، اینا در واروخ، در اون غاری که تنگه واروخ است، 1,300,000 سال پیش ایستاده است آثار انسان های ابتدایی. اینا در کافر قلعه، در این پایه قلعه ایسار، در اجینه تپه، اینا رو برای چی میبرارد اینقدر قبرستان های و گوره های و غار های؟ یعنی میخواد بگه که تاجیک در اینجا بود، ملت اصیل و تهجایی همین منطقه است و هیچ علامتی نیست که از یگانجا آمده باشد. انا برای همین در عین اینکه تاریخ تحلیل کرده استاده است، ما ببینیم که کتاب قوی علمی یکی در ضمن آن گفته استاده است که این ملت تهجایی و اصیل و صاحب این منطقه است. انا برای همین میگم که در ضمن کاری بزرگ علمی چی است؟ هدف بزرگ ملی است، هدف بزرگ ایدئوی است. اگر کسی از شما واقعا خواهد که می کتاب تاجیکا را خواند، دو کلید شما در میدیم که همین کلید ها یاردم میکند. بینید، یکم در همین نظام علمی شوروی تاریخ را چون تقسیم میکردن. همه شما شنیده میگفتن که اول جامعه ابتدایی بود، بعد جامعه غلامداری بود، بعد فئودالی بود، بعد کپیتالیستی شد، بعد سوسیالیستی. 5 فرماسیای جمعیتی میگیم. کسی اینا مثل ما موش سفید شده که دوره سویتی مکتب میونه حتی خوانده باشد، اینا میدوند که فرماسی جمعیتی چند است. میگیم که جمعیت ابتدایی، جمعیت غلامداری، جمعیت فئودالی، جمعیت کپیتالیستی، جمعیت سوسیالیستی. انا استاد غفوروف تاریخ ملت تاجیک در همین قالب میریزد. بنابراین همین 6 فصلی که کتاب تاجیکان دارد، 6 فصل از روی همین آسانک. مثلا فصل اول آسیای میانه در دوره تشکل و زمانی جمعیت ابتدایی، یعنی فصل اول تاجیکان در جمعیت ابتدایی. فصل دوم خلق تاجیک در دوره غلامداری، یعنی دوره فرماسی تاریخی میگیرن. فصل دوم. فصل سوم خلق تاجیک در دوره آغاز مناسبت فئودالی. از بس که دوره فئودالی کلانتر است و تشکل خلق تاجیک همچون ملت اساسا در این دوره رسم میاد. فصل 3 4 5 میاد اساسا به این دوره بخشیده میشه. یعنی فصل 3 خلق تاجیک در آغاز دوره فئودالی، بعد فصل 4 در دوره تشکل رشد مناسبت های فئودالی، فصل 5 در آخری عصرهای میانه. پس فصل 3 و 4 و 5 اول، میانه و آخری دوره فئودالی. انا فصل 6 میاد خلق تاجیک در دوره همراهشوی با روسیه و تشکل مناسبت های کپیتالیستی است، یعنی سرمایه داری. دوره سوسیالیسم ننوشتن چون که کتاب تاجیکان تو انقلاب اکتبر است. دوره شوروی را فرا نمیگیرد تو انقلاب اکتبر. مثل وگرنه میشد فصل 7 تاجیکا در دوره سوسیالیسم مثلا. پس امین برای که خط منطقی می کتاب گم نکنه میگیم باب اول در دوره ابتدایی، فصل اول،
که چند باب داره. فصل دوم در دوره غلامداری، فصل سوم و چهارم و پنجم در دوره فئودالی، ابتداش، میانش و آخرش، و فصل ششم دوره آغاز مناسبت‌های سرمایه‌داری و کاپیتالیستی. این از روی همون متدولوژی تقسیم تاریخ در علم سویتی. و این یگان متدولوژی بد نیست، یکی از چیزهای خوب است که موجود اصلا راه‌های دیگری تقسیم تاریخ هم هست، ولی اینم یکی از راه هست. خب اکنون باز یک کلید دیگر است که استاد باز یک متدولوژی دیگری که بیشتر خاص غفورов و عبدالغنی میرزایف اینا هستن. اینا چرا میگم عبدالغنی میرزایف؟ چون که محرر یعنی اون کتاب تاریخ مختصر خلق تاجیک عبدالغنی میرزایف است، یکی از علمای بزرگ ما. و یک متد داشتن استاد غفورov، یک متد داشتن که مثلا همین یک موضوع رو چخیل تحلیل میکند. اول تاریخ سیاسی، بعد تاریخ اجتماعی اقتصادی، بعد تاریخ مدنی فرهنگی. مثلا اگر گیم دولت سامانیان چه می‌آموزیم؟ مثلا این اگر 30 صفحه باشه 10 صفحهش میگه تاریخ سیاسی دولت سامانیان، مناسبت‌های سیاسی و امیر و صلح و جنگ و چه شدنش. دوم تاریخ اقتصادی اجتماعی، حتما وضعیت اقتصادی اجتماعی، طبقه ها، کار، کسب، اهالی، سطح زندگی مردم میتید. قسم سوم تاریخ فرهنگی مدنی، در اون وقت مدنیت چگونه بود، این کاسبی چگونه بود، هنر چخیل بود، ادبیات چگونه بود. بنابراین اگر شما دقت کرده باشید در این کتاب تاجیکو قریب همه ادیبای تاجیک آمده است، چون که قسم سیومی همه فصل‌های باب‌های تحلیلی چی است؟ ادبیات و فرهنگ. پس تاریخ سیاسی یک، دوم تاریخ اقتصادی اجتماعی، سوم تاریخ مدنی و ادبی و فرهنگی. این متدولوژی که کتی هر باب ساخته شده است. بنابراین شما می‌دونید که سیاسیش کجا است، اقتصادی اجتماعیش کجاست و فرهنگیش کجاست. یعنی که یک نظم معین دارد. اگر همین نظم در ذهنتون پیشکی داشته باشه، خواندن این کتاب خیلی آسان میشه. این دو تا گفتم. سوم چیزی که درباره می خواندن کتاب تاجیکان، غفورov هم عالم اکادمیک بزرگ، هم سیاستمدار بزرگ. بنابراین در همین کتاب تاجیکان در سطح عالی کتاب علمی است، ولی در این زمان این کار سیاسی است. کار سیاسی است. این فقط برای علم و دانستن تاریخ نیست، هدفی بزرگ سیاسی دارد. انا چخیل میگم مثلا همین باب، هر باب یک وظیفه دارد، باید به یکون سوالی اساسی سیاسی جواب میگوید. و اگر شما این فصل یک اگر گوییم، همین فصل یک میگه که خلق تاجیک در دوره جمعیت ابتدایی تو غلامداری. ببینید اگر هم خیلی خونیم به یکون فکری سیاسی، میگیم که تاریخ بسیار خوب گفته است، هر یک جزء تحلیل کرده است، باششگاه‌های ابتدایی، قبرستان‌ها، گورستان‌ها، قلعه‌ها، غارها رو تحقیق کرده است، هر یک استخوان و سفال و سنگ و عصر برنجی و عصر سفال و عصر سنگ و عصر آهن تحقیق کرده است، نژادها رو تحقیق کرده است. چی می‌خواهد؟ این مهم. یعنی در ضمن اینکه تاریخ خوب تحلیل کرده است، نشان داده است، باز یک هدف سیاسی است. میگه که هر یک استخوان، هر یک سنگ، هر یک نیزه، هر یک نمیدونم هاون، هر یک غار باید بگه که تاجیک از اول همیشه بود. این هدف سیاسی. یعنی به کسایی که یکی شما نو اومده، میگه من 1,000,000 سال پیش در خاولینگ باششگاه ابتدایی انسان ها، اینا سفالش، اینا سنگش، اینا ریشتریسیش، اینا مثلا جای خوبش، اینا در واروخ، در اون غاری که تنگه واروخ دست، از 1,300,000 سال پیش ایستاده است آثار انسان‌های ابتدایی. اینا در کافر قلعه، در این پایه قلعه سور، در اجینه تپه، اینا رو برای چی میبرارد این قدر قبرستان‌های و گورهای و غارهای؟ یعنی میخواد بگه که تاجیک در اینجا بود،
ملت اصیل و تهجویی همین منطقه است و هیچ علامتی نیست که از یگانجا آمده باشد. انا برای همین در عین اینکه تاریخ تحلیل کرده استاده است گویا ما ببینیم که کتاب قوی علمی یکی در ضمن آن گفته است که این ملت ملت تهجویی و اصیل و صاحب این منطقه است. انا برای همین میگم که در ضمن کاری بزرگ علمی چی است؟ هدف بزرگ سیاسی است. هدف بزرگی میگه ملی است. هدف بزرگی ایدئوی است. خب همین گونه یا همین فصل اول یک نازکی دیگه داره. بینید همین قدر میگه که کدام نژاد از کجا پیدا شده است، هند و اروپا یا چه بدن، اسلاویان چه شدن، سکای یا چه شدن، کدام نژاد کوچید، کدام منطقه رفت و آورده میگه که همه این اثبات میکنه که تاجیک آریایی است. این نژادش، این اجدادش، این خونش، این فرهنگش. بینید در یعنی که هر فصل در ضمن اون که ما میگیم مواد امپیریکی یعنی مواد فاکتولوژی قوی دارد، باز یک مسئله رو حل میکند. مثلا درباره زبان ها نبینید، درباره ملت ها دولت های تو اسلامی چقدر بحث میکرد. در بابی 3 در بابی 2 مثلا میگه که این سوخت چه بوده است، تخارستان چه بوده است، بختر چه بوده است، بدخشان چه بوده است، شومان اینمی حصار دوشنبه شومان چه بوده است، اهارون چه بوده است، همه میرو آورده میگه که انا در کنسالیداسی امیو ملت تاجیک شکل گرفت. یعنی این ملت از آسمان نآمده است. میگه من اجدادش، اینا ریشش. پس ما میگیم که در ضمن این که تکرارم گه منظورم که همچون معلم گفتن که اسرار کتاب در چی است، اسرارش یعنی تاجیک قدیمی است یا نیست. غفوروف نقطه گذاشت. تاجیک مردمی همین منطقه است یا نیست. غفوروف نقطه گذاشت. تاجیک آریایی است یا نیست. نقطه گذاشت. زبانش از همینجا است یا نه؟ نقطه گذاشت. نژادش از همینجا است یا نه؟ نقطه گذاشت. صاحب این منطقه کیست؟ نقطه گذاشت. صاحب این تاریخ کیست؟ نقطه گذاشت. بنابراین بسیار سوالایی بود که بحث میکردن و او دوره شوروی خیلی بود که اگر در بحث علمی چیز ثابت شود پیامد سیاسی داشت. بنابراین استاد غفوروف آمدن به همه این نقطه گذاشتن. از همین رو ما میگیم که بعدی غفوروف دیگر یگان کسی از نظر علمی خود را احترام میکرده باشد، یگان نفر جدی در دایره علم تاجیکان را زیر سوال نبرده است. خب و اگر هر فصلش یگان وقت شد، من میگم که هر فصلش چه هدفهای ملی دارد وقت نمیشد.